دستبند یا انگشتر رو فراموش کن. اگر میخوای نشون بدی چقدر با کلاسی، باید گرونترین ساعتهای دنیا رو بندازی. اگر میخوای با گرونترین ساعتهای دنیا آشنا شوی، حتما تا انتها ویدیو رو ببین. مورد شماره 5 هم اونقدر گرونه که مات میشی. شماره 1 ساعت مچی گراف دایموندز د فاسینیشن. این ساعت به عنوان گرانترین ساعت تاریخ لقب گرفته است. این ساعت منحصر به فرد دارای یک الماس 238,000 قیراطی گلابی شکل می باشد که قابلیت جدا شدن از ساعت و تبدیل شدن به یک حلقه لوکس را دارد. این ساعت مجموعاً از 96 و 152,000 قیراط الماس سفید با یک سنگ کمیاب با تراش فانتزی در مرکز تشکیل شده است. یک ساعت و یک انگشتر، چه انتخاب هوشمندانه‌ای، و قیمت آن 40 میلیون دلار است. شماره 2 ساعت مچی لنگ اند سون گراند کامپلیکیشن که اولین بار در سال 2013 عرضه گردید. در حال حاضر گران قیمت ترین ساعت از این برند می باشد. ساخت این ساعت مچی 1 سال زمان برده است. قطر این ساعت مچی 50 میلیمتر و ضخامت آن 20 میلیمتر می باشد. همچنین این ساعت منحصر به فرد دارای کرونوگراف چند ثانیه‌ای است. عقربه‌های طلایی کوچک نمایشگرهای تقویم را زیباتر می‌کنند. این ساعت زیبا و کاربردی تاریخ، روز، هفته، ماه و سال کبیسه را نشان می‌دهد و قیمت آن 2,500,000 دلار است. شماره 3 ساعت فرانک مولر آترنیتاس مگا. این ساعت لوکس رکورد پیچیده ترین ساعت مچی در دنیا را دارد. این ساعت دارای 1483 قطعه خیره کننده است که بابت این مورد هم رکورد جهانی را داراست. نام آترنیتاس از لاتین گرفته شده و به معنای آپدیت می باشد. برای ساخت این ساعت از طلای سفید استفاده شده است. این ساعت لوکس قابلیت ذخیره انرژی تا 3 روز را دارد. همچنین این ساعت دارای تقویم دائمی سکولار می باشد. بند این ساعت لاکچری دست می باشد و چرم تمساح ساخته شده است. مقاومت این ساعت شگفت انگیز در برابر آب تا 3 اتمسفر می باشد. قیمت آن 2,700,000 دلار است. شماره 4 ساعت مچی جاکوب اند کو بیلیونر واچ. ساعت بیلیونر از الماس تراش خورده زمرد 260 قیراطی ساخته شده است که مطمئناً با این اوصاف منحصر به فرد بودن آن واضح می باشد. این ساعت بدنه بسیار زیبا و شیک دارد که پوشیدن این ساعت ذهن بسیاری را برمی‌انگیزد و تضمینی برای شروع یک استایل منحصر به فرد می باشد و قیمت آن 18 میلیون دلار است. شماره 5 ساعت مچی گراف دایموندز هالوسینیشن. بیشتر ارزش این ساعت زیبا به خاطر دستبندی است که صفحه آن را احاطه کرده است. این ساعت از انبوهی از الماس‌هایی با رنگ‌های فانتزی، زرد روشن، آبی تند، آبی خاکستری روشن، سبز، نارنجی، صورتی تند و صورتی روشن تشکیل شده است. در مجموع وزن الماس‌های این ساعت 110 قیراط می باشد. برای افزودن به زیبایی آن از تراشه‌های بسیار متنوعی از جمله الماس‌های مارکیز، گرد و قلب استفاده شده است. این ساعت شگفت انگیز حاصل هزاران ساعت کار توسط تیم بسیار ماهر گراف است که شامل طراحان، گوهرشناسان و صنعتگران چیره دست می باشد. لورنس گراف در مورد ساعت فوق‌العاده ارزشمند زنانه خود میگوید رویای گراف یک شاهکار مجسمه سازی است. جشنی از معجزه الماس‌های رنگی سالهاست که به ایجاد این ساعت فکر کردم. ساعت فوق‌العاده‌ای که اشتیاق همه ما را به الماس نشان می‌دهد و قیمت آن 55 میلیون دلار است. کدوم یک از این ساعت‌ها نظرت رو جلب کرد؟ حتما تو کامنت برام بنویس.